به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه نهم از شیمی عمومی 1 رو در خدمتتون هستیم. ابتدا تمریناتی که در جلسه قبل گفته بودیم رو حل می‌کنیم، بعد می‌پردازیم انشالله به بقیه مباحث. تمرینی که داده بودیم این بود که سینامالدهید ترکیب موجود در روغن دارچین شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن است. از سوختن یک نمونه 6.5 گرمی از این ترکیب این مقدار CO2 و این مقدار آب به دست می آید. ترکیب درصد سینامالدهید چقدره؟ درسته؟ خب خود نمونه رو بهتون داده، به جایی که مقدار کربن و هیدروژن و اکسیژن رو بده، گفته ما اونو سوزوندیم و به CO2 و آب تبدیل شده. خب شما اولین کاری که میکنید باید گرم کربن و هیدروژن و اکسیژن رو از این گرمایی که داده به دست بیارید و بعد بیاید و درصدش رو به دست بیارید، یعنی این اعدادی که گرم هست تقسیم بر 6.5 گرم سینامالدهید بکنید که ضرب درصد که درصدش به دست بیاد. حالا من توی این اسلاید براتون انجام دادم. گرم کربن رو که از CO2 به دست میاریم. خب گفته بود 19.49 گرم CO2، هر CO2 44 گرمه. توی هر CO2 یه دونه کربن وجود داره که همون کربن هم 12 گرم هست. پس جوابمون در میاد 5.3 گرم. هیدروژن رو میایم از H2O به دست میاریم. 3.54 گرم H2O داده بود. توی هر آبی که 18 گرم H2O 2 تا هیدروژن دارم، یعنی 2 گرم H دارم. بنابراین این هم میشه جوابش 14 گرم. خب میایم و اینا رو تقسیم بر 6.5 مقدار سینامالدهید میکنیم، ضرب در 100 میکنیم. اون یکی بالای 80%، این یکی 6%. اگه یادتون باشه گفتیم اکسیژن رو نمیتونیم از اینا به دست بیاریم. درسته که توی CO2 اکسیژن هست، توی H2O هم اکسیژن هست. حالا شاید بعضی فکر کنن بگن که اکسیژن رو توی هر دو به دست بیاریم، با هم جمع کنیم. خب اون دفعه جلسه قبل گفتم خدمتتون که چون ما نمیدونیم این اکسیژنی که الان توی CO2 یا توی H2O هست مال خود سینامالدهیده یا به وسیله اون O2 که ما بهش دادیم و سینامالدهید رو سوزوندیم تامین میشه. برای همین بهتره که ترکیباتی که اکسیژن هم توش هست بیایم و سایر ترکیبات رو از سایر حالا موادی که به دست اومده به دست بیاریم. مثل الان اینجا کربن و هیدروژن به دست آوردیم، درصداش هم به دست بیاریم و در آخر بیایم و درصد اکسیژن رو از صد منهای جمع این درصدها به دست بیاریم که اینجا 80 و 6 میشه 86. 100 منهای 86 درصد کنیم میشه 14%. آخه سینامالدهید شما فقط از کربن و هیدروژن و اکسیژن ساخته شده، پس اگه شما درصد اون دوتا رو به دست بیارید راحت میتونید درصد اکسیژن رو هم به دست بیارید. خب تمرین دیگه ای که داده بودم توی این زمینه این بود که هموگلوبین خون شامل 342 هزارم درصد Fe. اگر هر واحد فرمولی هموگلوبین شامل 4 یون Fe دوبار مثبت باشد، وزن فرمولی هموگلوبین چیست؟ خب بدون گفتم وزن فرمولی یا جرم مولی همه اینا یکی هست، همون گرم بر روی مول هست واحدشون. برای همین چون که نسبتی هست من میام صورتش که گرم هست رو به عنوان علامت سوال یا مجهولم قرار میدم. مخرجش که 1 مول هست با اون شروع میکنم و پیش میرم ببینم چه اتفاقی میفته. اگه عکس این برین یا حالت دیگه ای برید یه جاهایی با هم دیگه حذف نمیشن توی استیکیومتریتون. خب من این قسمت زیر نوشتم که در هر 100 گرم هموگلوبین 342 هزارم گرم Fe وجود داره. چون ما به شما گفتیم درصدها رو سعی کنید به گرم تبدیل کنید که زمانی که میخواید استیکیومتری بنویسید دچار اشکال نشید. پس اصخایی میکنم. پس من اینجا میتونم بنویسم در هر 100 گرم هموگلوبین 342 هزارم گرم Fe وجود داره. درسته؟ خب حالا گفتم که با گرم هموگلوبین به عنوان مجهول در نظر میگیریم و با 1 مول هموگلوبین شروع میکنیم. خب 1 مول هموگلوبین خودش گفته هر واحد فرمولی هموگلوبین 4 تا یون Fe دوبار مثبت دارد. خب پس من میتونم بگم توی 1 مول هموگلوبین 4 مول Fe دوبار مثبت وجود دارد. حالا هر مول Fe دوبار مثبت 56 گرمه. میدونید که بار چه مثبت چه منفی روی گرم مولی شما تأثیری نداره، چون ما گفتیم الکترون خیلی خیلی جرمش کم هست، حدود 1/2000 جرم
پروتون و نوترون هست. حالا شما هر چقدر شد 2000 تا الکترون هم کم و زیاد کنید که امکان نداره، شما تازه میشه یه دونه پروتون یا نوترون که میشه حسابش کرد. پس این مقدارهای 2 بار مثبت 3 بار مثبت هم چیزی نیست که الکترون کم بشه یا زیاد بشه. بنابراین Fe 2 بار مثبت و Fe هیچ تفاوتی از نظر جرم مولی یا حالا همون جرم فرمولیشون با هم دیگه ندارن. خب پس میگیم 1 مول Fe 2 بار مثبت 56 گرم Fe هست. خب ما اینجا یه رابطه داشتیم دیگه، گفتیم توی هر 100 گرم هموگلوبین ما این مقدار آهن داریم دیگه. حالا وزن فرمول هموگلوبین رو میخواستیم دیگه، پس میگیم 324 هزارم گرم Fe معادل 100 گرم هموگلوبینه و اینجا ما میتونیم گرم هموگلوبین رو به دست بیاریم و چون توی 1 مول هموگلوبین این کار رو انجام دادیم، بنابراین میشه همون جرم مولی یا وزن فرمولی. خب تمرین بعدیمون در جلسه قبل این بود که در اثر گرم کردن 6.65 گرم از این نمک آبدار که مقدار آبش X است و مشخص نیست، در خلا آب خارج شده و 3.67 گرم NaSO4 خشک بر جای مانده. مقدار X در فرمول این ترکیب چقدره؟ درسته؟ ببینید ما هم موقع براتون یه راهنمایی گذاشتیم و این بود که شما این مقدار کلی ماده‌تونه که آب داره و این مقدار ماده خشک هست. شما اگه این دوتا مقدار رو از هم کم کنید، مقدار آبی که حالا تبخیر شده یا خارج شده به دست اومد. پس شما میتونید گرم آب رو داشته باشید، درسته؟ خب شما باید مول آب رو به دست بیارید، چون میدونید که اینا هر ضریبی که اینجا قرار بگیره ضریب مولیه دیگه، درسته؟ شما پس باید مول آب رو به دست بیارید. حالا مول آب چند هست؟ شما از 1 مول NaSO4 راحت میتونید شروع کنید و مول آب رو به دست بیارید. نگاه کنید NaSO4 شما 1 مول هست، درسته؟ خب در 1 مول NaSO4 شما 154.8 گرم NaSO4 یعنی جرم مولیشو نوشتید، درسته؟ اینو به گرم تبدیل کردید. خب حالا میتونید از این گرمه استفاده کنید، بگید توی 367 گرم NaSO4 2.89 گرم آب وجود داره. حالا آب رو به مول تبدیل کنید، 18 گرم آب 1 مول آب هست، درسته؟ نگاه کنید شما چند تا عدد داشتید اینجا، یکی این، یکی که اصلا جمع هر دوه، یکی هم این، یکی جمع خشکه و این هم یه مقداری که مال آب هست. پس شما میتونید این دوتا رو با هم دیگه یک تناسب ببندید براش، درسته؟ عذرخواهی میکنم، یه دونه ضریب تبدیل ببندید، چون که 1 مول اینجا NaSO4 دارم و X مول هاش، من مول آب رو ندارم اما مول این رو دارم، گرمش هم دارم. پس اومدیم از این طریق استفاده کردیم، گفتیم 1 مول NaSO4 به گرم تبدیلش کردم. حالا این دوتا گرم رو میتونم به عنوان یه ضریب تبدیل بنویسم، یعنی اگه 3.67 گرم NaSO4 خشک برای من به دست بیاد، توش 2.89 گرم آب بوده، درسته؟ و حالا اینجا اومدم که گرم آب رو به مول تبدیل کردم. تمرین دیگه که اینجا بهتون در نظر گرفته بودیم تو جلسه قبل این بود که ماسکون ماده خوشبوی موجود در مشک است که دارای فرمول مولکولی C16HCO هست. ترکیب درصد ماسکون چیست؟ اگه یادتون باشه گفتیم این عکس سوالایی رو که تا حالا بهتون میدادیم، همیشه ترکیب درصدا رو میدادیم، شما از رو ترکیب درصد به عنوان مثال فرمول تجربی رو به دست می آوردیم و از روی فرمول تجربی میدید فرمول مولکولی رو به دست می آوردید. اما اینجا خودش فرمول مولکولی رو بهتون داده، میگه ترکیب درصد به دست بیارید. خب اولین کاری که میکنید نگاه کن، مثلا شما باید بگید
اینا مول هستن دیگه. مثلا میگه 16 مول کربن، 30 مول هیدروژن، 1 مول اکسیژن. این موله ها رو شما باید به گرم تبدیل کنید. حالا من چون طولانی بود فقط براتون می‌نویسم دیگه، خودتون این کار رو انجام میدید و جواب آخر رو به دست میارید. پس من توضیح در این مورد میدم، چون خیلی اگه میخواستم همه رو بنویسم حالا دو سه برگ من براتون توضیح میدادم که اینا چی میشن. پس برای کربن شروع میکنم. میخوام گرم کربن رو به دست بیارم. میگم 16 مول کربن. 1 مول کربن هم خودش که 12 گرم هست، درسته؟ گرم کربن برام به دست میاد. گرم هیدروژن هم همینطور، میگم که 30 مول هیدروژن، درسته؟ 1 مول هیدروژن 1 گرم هیدروژن است و گرم هیدروژن هم به دست میاد. اکسیژن هم به همین صورت، درسته؟ و مقدار اکسیژن هم به دست میاد. پس گرم هر سه رو به دست میارم. بعد گرم هر کدوم رو تقسیم بر وزن مولکولی میکنم. وزن مولکولی رو که خودتون میتونید به دست بیارید دیگه، 16 تا 12 تا 30 تا 1 و یه دونه 16 تا. پس مقدار گرم رو تقسیم از وزن مولکولی میکنم ضرب در 100 میشه درصد اون ماده توی، حالا درصد اون عنصر توی ماس کن، درسته؟ پس شما اولین کاری که میکنید باید حتما این مول ها رو بیاید و به گرم تبدیل کنید. وقتی به گرم تبدیل شد دیگه مشخصه دیگه، مثلا شما یه مقدار خاص گرم کربن توی یه ماده‌ای داره، خب کافیه که اون مقدار گرم رو تقسیم بر گرم کل ماده بکنید ضرب در 100 میشه درصد اون عنصر توی ماده، که ما هم همین کار رو انجام دادیم. وزن مولکول رو هم اینجا نوشتم که چطور میتونید به دست بیارید. حالا گرم هیدروژنی هم که به دست اومد دوباره تقسیم بر وزن مولکولی ضرب در 100 درصدش به دست میاد. دوباره در درصد اکسیژن هم همینطور عمل میکنیم، این درصد اکسیژن تقسیم بر وزن مولکولی ضرب در 100 درصدشون به دست میاد. پس اینم از یک سوالی به این صورت که شما اگه حالا عکس هم بهتون بدن دیگه مشکلی توی حلش انشالله ندارید. خب تمرینای این فصل تموم شد. حالا من یه لحظه چک کنم ببینم به همین صورت هست. بله، تمرینای این فصل 3 تموم شد. البته ما فصل 3 رو همون تو جلسه قبل گفتیم که تموم شد، فقط چند تا تمرین مونده بود اینجا. حالا بهتره که این تمرینا رو هم یه نگاهی بندازید، چون ما قراره که تا فصل 3 رو براتون حالا انشالله کم کم، حالا هر وقت که براتون آنلاین گذاشتم بهتون میگم که چه فصلایی رو براتون آنلاین میذارم، حتما اون فصل‌ها رو بخونید. فکر کنم توی تاریخ فلسفه هم گفتم خدمتتون فصلایی رو که من آنلاین گذاشتم و دیگه ازش گذشتیم دیگه من به هیچ عنوان رفع اشکال نمی کنم. پس حواستون باشه حتما زمانی که تو جلسه آنلاین میاین اینا رو بخونید که اگه اشکالی دارید تو همون جلسه رفع کنیم که بتونید سوالا رو حل کنید و انشالله برای امتحان پایان ترمتون هم دیگه مشکلی نباشه. خب تمرینای فصل 3 هم تموم شد، باید بریم سراغ فصل 4. خب فصل 4 شما هم میگم فصل‌ها کلا فصلای طولانی نیستن، چون من نمیام همه رو بحث کنم، فقط یه مقدارهایی که شما اون مطالبی که خوندید رو یادتون بیاد و بعد سعی میکنم بیشتر مسئله حل کنم که حالا اگه مسائلی که توی امتحان میاد دیگه شما مشکلی نداشته باشید. پس من توی فصل 4 رو هم به صورت خلاصه براتون میگم، حالا چون آخه اکثر مواردش رو بلدید و خوندید و بعد بیشتر میپردازم به حل مسئله که مشکلی نداشته باشید انشالله. فصل 4 شما استیکیومتری بخش 2 معادله‌های شیمیایی. میگم شما استیکیومتری رو خوندید تو فصل حتی 1 هم من براتون گفتم، اما اختصاصا تو فصل 3 و فصل 4 چون دقیقاً یه معادلاتی رو به شما میده و چندین ضریب تبدیل رو لازم هست به کار ببرید، این دو تا فصل رو به عنوان استیکیومتری معرفی کرده. حالا توی فصل هم بیشتر در مورد واکنش‌ها صحبت کرده، یعنی واکنشی رو به شما میدن یا اینکه شما حالا بلدید، مثلا واکنش‌های سوختن رو باید خودتون بلد باشید، می نویسید و حالا زیرنویس می کنید واکنش ها رو و از طریق اون شما میتونید اون مقدارهای مجهولی رو که ازتون خواستن به دست بیارید. پس بیشتر تو این قسمت در مورد واکنش هاست. خب اول یه مطالب خلاصه‌ای هست که از فصل 4 میگم خدمتتون، بعد میپردازیم به اون قسمتی که گفتم خدمتتون. قانون بقای ماده. بر اساس قانون بقای ماده تعداد اتم‌های سمت چپ معادله باید با تعداد اتم‌های سمت راست برابر باشد. در یک واکنش ممکن است اتم‌ها از یک مولکول به مولکول دیگر بروند
ولی تعداد و نوع اتم های درگیر ثابت میماند. خب قانون بقای ماده رو که بلدید، یه ماده به ماده دیگه تبدیل میشه اما تعداد اتم ها حفظ میشه. حواستون باشه تعداد مولکول خیلی، مثلا به شما بگن توی یه واکنشی حتما باید تعداد مولکولای سمت چپ با تعداد مولکولای سمت راست برابر باشه. خب این غلطه، به هیچ عنوان اتفاق نمیفته، چون وقتی ما موازنه میکنیم ممکنه یه طرف مثلا تعداد مولکولاش خیلی کمتر از طرف دیگه باشه. مهم تعداد اتم هاست. شما باید اتم هاتون اونم توی یه عنصر با هم یکسان باشن. حتی اگه به شما گفتن تعداد اتم های سمت چپ با تعداد اتم های سمت راست برابر باشه، شما باید بگی خیر، تعداد اتم های هر عنصر باید در چپ و راست با هم دیگه متفاوت باشن. درسته که جواب شما صحیح در بیاد. پس حواستون به این مورد هم باشه که توی قانون بقای ماده است. خب گفته مانند معادله مثلا 2 تا H2 به اضافه O2 میدن 2 تا H2O به چنین معادله موازنه شده میگویند. درسته؟ اینا ببینید تعداد عنصرهای تعداد اتم‌های هر عنصر یکسانه. مثلا اینجا 4 تا هیدروژن دارم، اینجا هم 4 تا، و اکسیژن اینجا 2 تا دارم 2 تا. نمیایم بگیم حالا تعداد مثلا مولکولامون یا تعداد کل اتم‌هامون با هم دیگه برابره. خب ممکنه هم تعداد اتم ها برابر باشه، اینجوری نیست که نباشه، اما واکنش هایی رو ما میتونیم مثال بزنیم که تعداد اتم ها در دو طرف برابر نیست و اون واکنش دقیقاً موازنه شده است. خب موازنه کردن واکنش ها، میدونید که موازنه کردن واکنش ها قانون خاصی نداره. حالا قانون مثلا ما فقط چند تا راهکار میدیم که طبق اون راهکارها معمولا بچه‌ها پیش میرن و مشکلی هم ندارن. حالا من چند تا از اون راهکارها رو میگم، البته شما بازم میدونید. مثلا میدونید که برای موازنه کردن حتما باید عنصر رو انتخاب کنید که مثلا اگه در سمت چپ مثلا کربن اگه میخواید انتخاب کنید، حتما اون کربن توی یه ماده وجود داشته باشه در سمت راست. مثلا شما کربن رو سمت چپ انتخاب میکنید به عنوان شروع واکنش، شروع موازنه که با اون شروع کنید. بعد میبینید توی سمت راست شما مثلا یه CO2 وجود داره، یه ترکیب دیگه هم وجود داره که کربن توشه. خب این مورد مناسبی نیست که شما انتخابش کنید برای موازنه. پس برای موازنه شما باید موردی رو انتخاب کنید حتما که در یه ترکیب وجود داشته باشه، نه چند تا ترکیب. این یه مورد هست. مورد دیگه مثلا بهتره که با هیدروژن و اکسیژن شروع نکنید، بهتره، اما خب بهتره که با فلزات شروع کنید. اگر هم نه امکان نداشت و همین موارد رو بررسی کرده و مجبور شدید از هیدروژن و اکسیژن، خب استفاده میکنید. حالا موارد مختلفی هست. حالا زمانی که من توی اون چند تا واکنش بهتون میدم حل کنید به عنوان تمرین، حتما توی این جلسه شما سعی کنید حالا به روش‌هایی که بلد هستید حل کنید. من انشالله زمانی که اونا رو توضیح میدم حتما قوانینی داشت یا راهکاری داشتیم برای آسان‌تر حل کردنش، حتما براتون بیان میکنیم. خب فراورده های حاصل از سوختن کامل یک ترکیب در اکسیژن را میتوان بر مبنای عناصر تشکیل دهنده ترکیب پیش بینی کرد. خب نگاه کنید، برای مثال اگر ترکیبی دارای کربن باشد حتما تو سوختن CO2 میده. اگه هیدروژن داشته باشه حتما تو سوختن H2O میده. اگه گوگر داشته باشه حتما تو سوختن SO2 میده و اگه نیتروژن داشته باشه تو سوختن N2 میده. لطفاً اینا رو بلد باشید، چون ممکنه من ماده رو به شما بدم هم شامل کربن باشه، هم شامل هیدروژن، هم شامل مثلا گوگل و هم شامل نیتروژن. به عنوان مثال به شما بگم این ماده به اضافه O2 یعنی میسوزد، درسته؟ خب شما باید بدونید چون گوگل داره و حتما سمت راست SO2 بذارید، یا مثلا نیتروژن داره حتما سمت راست N2 بذارید. اون دوتا مورد بالایی که معمولا بچه‌ها بلد هستن. پس امکان داره که ما بعضی وقتا واکنش رو به شما ندیم، فقط بگیم این ماده بوده سوخته. دیگه شما باید بدونید اون ماده چه عنصری توش بوده و در سمت راست چه محصولی رو به شما میده که بنویسید و بتونید حالا پاسخ مسئله رو از روی اون واکنش پیدا کنید. خب میدونیم که در اثر سوختن کامل CO2 و H2O تولید میشه و در اثر سوختن ناقص هم CO و H2O. خب حواستون باشه اگه ترکیبتون فقط هیدروکربن باشه، یعنی فقط از کربن و هیدروژن تشکیل شده باشه و ما اسم سوختن کامل رو بیارین، خب باید این دو ماده CO2 و H2O رو بنویسید. اما اگه نه گفتیم سوختن ناقص انجام شده، شما CO و H2O رو بنویسید. این که در سوختن ناقص برای گوگرد و اندو چه اتفاقی میفته اون رو ما دیگه اینجا براتون بحث نمی کنیم، چون موارد مختلفی به وجود میاد، چیز ثابتی نیست، اینجا بحثش نمی کنیم. فقط سوختن ناقص رو توی هیدروکربن ها به شما میگیم که شامل H2O و CO میشه.
خب یه مثال ساده براتون اینجا زدم. معادله شیمیایی مربوط به سوختن کامل اتان را در مجاورت اکسیژن بنویسید و موازنه کنید. خب شما میدونید اگه فرمول اتان رو هم حتی بهتون ندن C2H6، شما میدونید که فرمول اتان 2 تا کربن داره و چون آلکان هست، خب اینا رو ان شاءالله دوباره توی شیمی عالی میخونید، و چون آلکان هست فرمولش CnH2n به اضافه 2 هست، یعنی میشه C2H6. خب C2H6 به اضافه O2 میدهد سوختنی که شما بخواید انجام بدید، خوش گفته سوختن کامل، پس میشه CO2 به اضافه H2. حالا میایید و موازنه انجام میدید. موازنه همیشه میدونید که تعداد کربن با همدیگه باید برابر باشن. اینجا 2 تا کربن داره، اینجا هم 2 تا کربن دارید. برای هیدروژن ها اینجا باید نصفش رو بذارید. اینجا 6 تا هیدروژن دارید، نصفش میشه 3 تا، چون خودش اینجا یه ضریب 2 داره. خب معمولا برای موازنه کردن ما اصلا مشکلی تو موازنه کربن و هیدروژن و اون هیدروکربن نداریم. مشکل ما همون اکسیژن هست، یعنی باید اکسیژن رو حواستون باشه چند باشه. اینجا 2 تا 4 تا دارید، با 3 تا 7 تا اکسیژن داره. برای اینکه اینم 7 تا بشه ضرب در 7 دومش میکنیم که راحت ضریب 7 برای اکسیژن قرار بگیره. خب حالا ما میدونیم که هیچ واکنشی رو به صورت تقسیم بر 2 ما مورد قبول نداریم، بنابراین همه رو ضرب در اون واکنش رو کامل ضرب در 2 میکنیم. خب این یه ضریب 2 میگیره، اینم که مخرج 2 از بین میره و خود 7 میمونه، اینم که ضریب 2 میگیره میشه 4 و اینم ضریب 2 میگیره میشه 6. یه سوال ساده ای دادیم که مثلا به عنوان سوختن شما باید بتونید سمت راستش رو تشخیص بدید و خودتونم موازنه کنید. خب این تمرینی که گفته بودیم هست که گفتم که میدم بیشتر خودتون اول حل کنید، یکمش فکر کنید، بعد حالا نگاه کنید که من چجور حلش کردم. اینجوری بهتره. حالا یادتون میاد قبلا چطور حل کردید، چون میدونم قانون خاصی نداره، نمیخوام بیشتر از این در موردش توضیح بدم. میخوام فقط شما حل کنید، حالا جایی که مشکل داره رو ما وارد میشیم و توضیح میدیم خدمتتون. خب من یه دروش میخونم، ممکنه حالا بد نوشته شده باشه. آلومینیوم به اضافه HCl میشه AlCl3 به اضافه H2، HBrO3 به اضافه HBr میشه Br2 به اضافه H2، HNO3 به اضافه P4O10 میشه HPO3 به اضافه N2O5، B2O3 هم به اضافه کربن به اضافه Cl2 میشه BCl3 به اضافه CO. خب یه مورد دیگه ای تو فصل 4 میخورید، مسائل بر اساس معادلات شیمیاییه. خب گفتم اینا رو هم شما معمولا اطلاع دارید، من فقط یک نمونه رو آوردم براتون به عنوان مثال. نمونه خیلی زیادی پایان فصل 4 هست که خیلی شبیه به همن. شما برای تمرین بیشتر میتونید از اون نمونه ها کمک بگیرید و حل کنید. فقط من یه نمونه رو حل میکنم براتون که حالا اگه کسی هم فراموش کرده یادآوری بشه براش. کلور رو از واکنش زیر میتوان به دست آورد. MnO2 به اضافه 4 تا HCl میدهد MnCl2 به اضافه Cl2 به اضافه 2 تا H2. خب اینجا براتون موازنه هم کرده. من احتمالی که سوال بیارم توی حالا امتحان پایانتون و موازنه نکنم خیلی زیاده، چون حالا میخوام موازنه مبحثی به نام موازنه رو جدا بهتون ندم، بلکه هم توی واکنش ها بدم. بنابراین همینجا میسنجم که شما موازنه رو بلد هستید یا نه. برای واکنش با 25 گرم از MnO2 که من زیرش خط کشیدم، حالا اینجا جا نبود زیرش بالاش خط کشیدم، 25 گرم چند گرم HCl لازم است. حالا قسمت الف رو حل کنیم بعد قسمت ب. یکی از مواردی که میتونه توی حل این مسائل به شما کمک کنه و من همیشه توصیه میکنم برای بچه‌ها اینه که حتما زیرنویسی رو انجام بده. حالا به خصوص مواردی که توی درصد خلوص و بازده میشه، شما گاهی اوقات که انجام ندید اون زیرنویس رو، یعنی توی واکنش ننویسید که اطلاعاتی که ازتون میخواد یا اطلاعاتی که بهتون داده چی بوده، احتمالاً تو اون قسمت مثلا درصد خلوص و بازده شما دچار مشکل میشید و بعضی وقتا اشتباه درصد خلوص یکی رو جای دیگری مینویسید. پس سعی کنید حتما زیرنویسی رو داشته باشید که تو این مورد حداقل اشتباه براتون پیش نیاد. خب حالا یه مورد به شما داده به عنوان معلوم، یه مجهول از شما خواسته، هر دو هم گرم هستن. خب خیلی راحته، من گرم اینو به مول تبدیل میکنم، بعد مول به مول بنویسم که یعنی ضریبا توش به کار برده بشه، و بعد مولی HCl که به دست اومد به گرم تبدیل میکنم و جواب مسئله‌مون به دست میاد.
خب اینجا گرم HCl رو خواسته، من به عنوان علامت سوال از 25 گرم MnO2 شروع میکنم. خب MnO2 رو اگه حساب کنید 87 گرم هست جرم مولیش. 87 گرم MnO2 میشه 1 مول MnO2. 1 مول MnO2. حالا نگاه کنید وقتی رسید به 1 مول شما باید یه ضریب استفاده کنید، درسته؟ میگید 1 مول MnO2 میشه 4 مول HCl. پس رسیدید به مول HCl و راحت میتونید اون رو به گرم تبدیل کنید. 1 مول HCl هم 36.5 گرم HCl هست که جواب کلیتون در میاد 42 گرم HCl، درسته؟ خب قسمت پیش گفتید در این واکنش چند گرم Cl2 تولید میشود. خب نگاه کنید شما الان دیگه دو تا ماده رو دارید، هم میتونید از این به دست بیارید هم میتونید از این یکی به دستش بیارید. اما خب بهتره که چون دو تا مسئله است ممکنه که شما قسمت اول رو اشتباه به دست آورده باشید. به عنوان مثال حالا چند درصد هم که احتمال بدید، چند درصد که احتمال بدید از نظر عددی اشتباه به دست آوردید. حالا اگه شما همین Cl2 رو هم از این به دست بیارید خب Cl2 تون هم براتون اشتباه میشه و نمره هر دو رو نمیگیرید. اما اگه از همین موردی که خودش به عنوان داده استفاده کنید خب احتمالی که Cl2 رو درست بنویسید خب خیلی هست. گرم Cl2 چنده؟ از 25 گرم MnO2 شروع میکنم، باز میگم اونو به مول تبدیل میکنم، یعنی 87 گرم MnO2 رو میشه 1 مول. حالا میرم سراغ مول به مول، میبینید دوتاش 1 به 1، پس 1 مول MnO2 میشه 1 مول Cl2. پس حالا مول Cl2 رو به گرم تبدیل میکنم، 1 مول Cl2 میشه 71 گرم. خب شما دیگه خودتون مقدارش رو به دست میارید. من سعی میکنم جواب آخره رو دیگه ننویسم، دیگه شما خودتون جواب آخر رو به دست بیارید که مشخص بشه جواب مسئله‌تون چیه. خب همونطور که گفتم از این مسئله ها خیلی زیاد توی پایان فصل هست، انواع مختلف. حالا من براتون مثلا گرم مثال زدم، یکیش مثلا مول، یکیش گرمه، مثلا یکیش لیتره. شما که میدونید اگه یکیش لیتر بود چطور استفاده کنید. میگم چون اینا رو شما خوندید من دیگه زیاد بحث نمی کنم. مثلا اگه به عنوان مثال حالا بگیم این گرم بود این لیتر بود چه کار میکردین؟ خب شما میرید گرم رو به مول تبدیل میکردید، مول به مول رو مینوشتید که یعنی ضریبا رو مینوشتید، بعد مول این رو که لیترش رو میخواد میگفتین مثلا توی 1 مول HCl 22.4 لیتر چیه؟ HCl که تو شرایط STP راحت میتونستید مول رو به لیتر تبدیل کنید، درسته؟ میگفتین 1 مول از هر ماده‌ای در شرایط STP 22.4 لیتر از اون ماده رو داره. از همین عبارت میتونید استفاده کنید و لیتر رو به دست بیارید. پس شما چون میگم خیلی زیاد از این مقدارها خوندید، از این مسئله ها خوندید دیگه، حالا هم پایان فصل رو حل کنید، همون قسمت ها رو انشالله یادتون میاد و دیگه تو این قسمت دیگه مشکلی ندارید. خب برای این جلسه کافی هست. انشالله جلسه آینده ادامه فصل 4 رو توضیح میدیم خدمتتون. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.